اگه تو هم مثل من نمیدونی که برای یه وعده غذایی که زمان کمی هم داری چی درست کنی، من تاس کباب رو بهت پیشنهاد میکنم. تاس کباب یه غذای ایرانیه. چون میتونی اول پیازا رو ریز ریز خورد بکنی، اونا رو به تابت اضافه بکنی، یه مقدار تفتشون بدی با روغن و بعد از اون میریم سراغ سیب زمینی. سیب زمینی ها رو هم به صورت ریز ریز نگینی خورد میکنیم. هرچی ریزتر باشه زودتر میپزه. اونا رو ریز ریز خورد میکنیم و میریم سراغ مواد گوشتیمون. گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم. حالا که گوشت اضافه کردیم یه مقدار تفتش میدیم. ادویه همون مثل زردچوبه، ادویه کاری، نمک، زعفران، پودر رو بهش اضافه میکنیم و سیب زمینی رو هم به اونو اضافه میکنیم و یه تفتی میدیم. الان اینجا میرسیم به قاشق رب. یه قاشق رب رو بهش اضافه میکنیم. یه کوچولو که تفت دادیم ربمون سرخ شد، بعد میریم سراغ آب بهش اضافه میکنیم. زیرش رو یکم کم میکنیم و میذاریم که سیب زمینی ها خوب بپزه. غذای ما حاضر.